توی این ویدیو بهتون قصد داریم درباره کبریت طوفان کبریت بقا توضیح بدیم. خب این کبریت ها قاعدتاً باید درون آب روشن بشه، باید توی بادهای شدید روشن بمونه و باید توی هر شرایطی بتونه روشنایی خودش رو حفظ کنه. دوستان این کبریت ها قاعدتاً باید 14 تا باشه، ولی این بسته که واسه من ارسال شده 3 تا توش کم داره و 11 تاست. خب میبینید که یک بسته بندی نسبتاً خوب و مقاومی داره و در مقابل آب میشه گفت تا حدی مقاومه. یک عدد صفحه سنباته داخل خود پک هست که داخل پک ضد آب اون هم که اگر این پک به هر دلیلی تموم شد، خیس شد، از بین رفت، بتونید از این که استفاده کنین. گرچه این هم زیاد قابل استفاده، شما 2-3 بار ازش استفاده کنین میبینید که دیگه کار نمیکنه. دوستان امروز میخوایم یکی از اینا واسهتون تست کنیم، میزان روشن موندنش رو تایم میگیریم و اینکه ببینیم آیا توی آب هم کار میکنه یا نه. خب دوستان واسه شروع این کبریت و این اولش که خیلی زود تموم شد، حالا توی آب متن نتونست روشن بمونه. برسیم به روشن کردن دومیش. این دومیش توی آب روشن میمونه یا نه؟ بله توی آب روشنه و دوباره بعد از ذره آوردن شروع میکنه به سوختن.